یه وقتایی زندگی به نظرم خیلی ساده و قابل فهمه. انگار میتونم همه مشکلاتش رو حل کنم. همه مشکلات دنیا رو حل کنم. قیمت دلار، طلا، بیکاری، حتی قطعی برق. اینجور وقتی خیلی داره همه چیز کیف میده، با اولین مشکل قدیمی پیش پا افتاده زندگیم همه قدرتم رو از دست میدم. دوباره همه چیز پررنگ میشه. منظورم سختی‌های زندگیمه. حتی همون مشکل بزرگ قدیمی که 1000 بار تا حالا توی مغزم میزه گرد برگزار کردم و پذیرفتمش و حتی حلش کردم و ازش عبور کردم، باز مثل یک تابلوی بیلبورد بزرگ وسط خونم دهنکجی میکنه. نمیدونم، یه وقتایی خیلی دوست دارم همه چیزو حل کنم، دلیل همه چیزو کشف کنم، انتهای هر مسیری رو جلو ببینم. ولی خب این غیر ممکنه. هم غیر ممکنه، همونجوری دیگه زندگی کیف نمیده. میدونی؟ به قول خیام، ای آمده از عالم روحانی تفت، حیران شده در 5 و 4 و 6 و 7. مینوش ندانی ز کجا آمده ای، خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت.